یک شخص بیاید خونش سراغ میکنه و میگه من مسافرم قیس میشه باشه قیس یک کورش دارم غلامش میگه که حضرت شب تا سحر بیدار بود نه خوابش برده من دلم نمیشه حضرت بیدار کنم همین کنج خونه یک خلطه داد تنگای تیراب دست دینار 1000 دینار این غلام میبرم خلطه را هم سرش اینو کردم میتاشکی بگی براو حضرت بیدار نمیکنم خودم پیاده در سری خودم بودم این باری وزنی قطعی چه پیاده میرم اوگی یکو خرای اسبا یکو شترای نداره بیتینا بهترین اسب عرب این اسب نامش در تاریخ اومدگی است شهبو میگفتن در همون عصر زمان هیچ اسب او برابر نمیشید است خریدارش بود 1000 میلیون میشود نفروختم داشت این خودش یک پهلوان ایاخی همون اسب است این غلام چی بدونه قدری اسب و اسبی میدان و خیر را بگی برام میگم ما اینجا متر شتر خر بیو سوال میشه اسب خمچین میکنه بیرون وقتی حضرت خوب بیدار میشه حمدی به حد آن خدای پاک را آن که جان بخشیده مشت خاک را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، شخصایی که بسیار شیرشتر سراغ میکرده شیرشتر قفشدگیش در کپسول آمدگی استحصال دبی یک میچره در کورسش بودیم که 3 ماه باید استفاده برای 120 کپسولا داره. فرانک برای وقتی هم خوب شدن درست کردن، یعنی که در وقتی هم خوب شدن تستیور نکردن تا 45 دقیقه وقتی هم خوب شدن درست میکنه. استحصال هندوستان اورجینالش جواب میدیم صفاتش. یک سال در آمریکا بودیم این قصه را من چندین مرتبه گفتم اون جای گپم است. یک مردی نصرانی دو دخترش آورده است در مکتب اسلامی دبی به خاطر آنکه در همسایگیشو یک اویله مسلمان زندگی میکرده زبان شیرین هم را دیده است پدرجان و مادرجان و برادرجان و عمجان و خالجان ذوقش کرده است میگه او کودکا را آورده است مکتب که در مکتب همون مکتبی که اوکران اسلامی داره بخونن تعلیم بگیرن همون مدیر مکتب گفت که طرف ما گفت که من نمیخوام که دخترای من فکیو یاد بگیرم این فکیوش همون یک قباحت یا دشنامی هم سری دستی همون مردم امریکا میخوام که زبانشو تازه و شیرین باشه سعی کنید فرزندان را زبان تازه و شیرین نشون بدید. آخه سنت پیامبر امام محمد صلی الله علیه و سلم همینه. حضرت در حیاتش کسی را سخنهای قبیح نگفته است. هرگز دشنام و حقارت به زبان نرانده است. چطوری میگه؟ اصلا همین هر خیلی معامله کنی به تمام خیلی معامله میشه. فرزند هم دشنام و حقارت دادی ایتیار میگیره اون کاری که دوام میده. لمن اطاب الکلام کسی که زبانی خوش داره انشاءالله جنتی است و اطعم الطعام او قصرها مکان مردای خدای هست که طعام میتن برای مردم طعام آماده میکنن دستی به خیر دارن جوان مرد هستند رسول خدا صلی الله علیه و سلم جوان مردا را همیشه قدر میکرد خودش که جوان مرد بود صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم که همه جوان مردا بودن حضرت صلی الله علیه و سلم همین جوان مردی و جوان مردا را قدر میکرد حضرت ابو ایوب انصاری قصه میکنند میگه وقتی که من رحل پیامبر صلی الله علیه و سلم خونم بردم دوران چکیدم بردم همین وقت میگه سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه سرور خزرج میگه نزد حضرت اومد اینجا تیار کردم در برای پیغمبر اومد گفت یا رسول الله من اینجا آماده کردم مرحمت بیا حجرت برآمد کی گفت المرء مع الرحله مرد همراه همو بارو بنشه من مقصد انا این مردک ابو ایوب پیشدستی کرد بار مگری بودک من در جای همین میمونم میگه دیگر دعوا و جنجال نکرد خوب گفت رفت هر بگفت همین یک طبق طعام سری نزد حضرت بفرستاده است خوب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خانه ابو ایوب انصاری باشه خوب در مهمانی باشه همین طبق سری یعنی حضرت هیچ وقت خندانه نمی‌است یک طبق سری همیشه میفرستاد ابو ایوب انصاری میگه با شرافت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را میگه همون طعام سعد ابن عباده جانی نوش جان میکرده حضرت تناول میکرده میگه تبرک بو میفرستاد ما خطی فرزندان و همون رو میخوردیم مرد خدا را ببینید همین دست بخیر که بود اینا ببینید نامش مخصوص ذکر میکنن همین سعده
میگه که وقتی که مهاجران اومدن در مدینه منوره از بس که کار نداشتن، زندگی نداشتن، نان و طعامی درست نداشتن، صلی الله علیه و سلم بین مسلمانان اخوت برادری را برقرار ساخته، تاکید کرد مردم مدینه را که وقتی خونه تو خوردنی میره یک نفر دو نفر این برادراتون بگیره بره شریکی بخرده همیون بیشتر نمونند. میگه هر کس به قدر قوتش یک کس دو کس سه کس میبرد مگر همین سعد ابن عباده خدا رحمت مغفرتش کنه. میگه هیچ روزی از 80 نفر کم نبود است. همین خیلی جوان مرد میگه که هیچ روزی از 80 نفر کم نبود است. و قدرت پروردگار ببینه خداوند به همین جوان مرد یک فرزند داد که انگوش نمای خاص و عام در فرزندش هم صحابی پیغمبر قیس ابن سعد ابن عباده و درجه دست به خیر به دست که قصه‌هاش در کتاب ها میآید، در کتاب رجال، در کتاب های اسلامی همین میخونی به خدا قسم حواست میکنه در جوانمردی و در غیرت و در همتش. یک وقت در موسم حج حضرت شب تا سحر در پیش خونه کعبه بود است عبادت میکرده است. روزانه بعد خوندن نماز بامداد میآید و در خانه خواب قیلوله میکنه. یک شخص میآید خونهش سراغ میکنه و میگه من مسافرم قیس همیشه باشه قیل یک کارش دارم. غلامش میگه که حضرت شب تا سحر بیدار بود نه خوابش برده من دلم نمیشه و حضرت بیدار کنم. او میگه ما سراسیرا کاروان میره و همه چیکار کنیم چی خدمت کنیم. شاید ای دستی من بیایی خیلی بگیم او خیلی یکون سومکم بتا قیس مالدار به دست داخی یکون چیم بتا که مثلا یک دستاویز بگیر و خیلی با فرزندان برسونه. در همی کنجی خونه یک خلطه داد تنگه تیرا بود از دینار 1000 دینار. این غلام ابراره هم خلطه را هم که سر شهوی نو کردم بیتاش که بگی براو حضرت بیدار نمیکنم رنجش نمیتم. انشالله همین دیلم گوهی میتن که حضرت چی نمیکنم راضی میشم سر میشم بگی برا او سری حرکم میکنم و میگه ای بچه ما خودم پیاده درگی سری خودم بودم این باری وزنی قطعی چخیل پیاده میرم و یکون خرای اسپا یکون شترای نداره بیتینا. غلام نگاه میکنم در دهن در اسبی قیس بستگی هست بهترین اسب عرب. این اسب نامش در تاریخ اومدگی است. شهبو میگفتن در همون عصر زمان هیچ اسب به او برابر نمیشید است. ای باشه همون ایرانمی عرب سیسکا کنوی هست که $1 میلیون معلوم هستند. اسبی که حضرت معاویه به هزار خریدارش بود هزارش هم میلیون میشود نفروختم داشت. این خودش یک پهلوان یاخی همون اسب بستگی. این غلام چی بدونه قدری اسب و اسبی میدان و خیلی را بگی برم میگم ما اینجا متر شتر خر بیاو سوار میشه و اسب همچین میکنه بیرم. وقتی حضرت خوب بیدار میشه غلام نزدش میام میگه حضرت خوب بدی بیدار رو نکردیم یک آدم اومد کم قلب دست یکون چی بتیم گفتم همون خلطه تیلو را دادمش گریف رفت. بسیار کاری خوب کردی بچم برکت بیاری میندارو و گفت ولی خلاص نشیده حضرت ما همین دعوا را برداشت که مقصد ما پیاده هم ایره چخیل میبرم سری حرکت زور رو میویا ای کاربان خفا میمونم یکون خره اسب پریدیم همون اسب تا گفتم که خیلی را سوشم برم همین جوش راست پرید خیزه دوی غلام آزادت کردم با خدا قسم تا ایمد در جسورتر بدهی ایمد در دست بخیرتر بدهی هیچ وقت دیلی برم بشه که او اسبا بتون میرفتم یکون چی بخرید و میدادم شد نه که اون را نمیدادم این تا ایمد در جسورتر بدهی آزادت کردم برا آزاد تری جوان مرد زیبی غلامی نداره تو فقط باید غلامی الله باشی الله باشی او خودش که مردی دست بخیر ببینه که تأثیرش در فرزندش رسید است. اما کل شیء یرجع الی اصلی خودش همیه هرچی به سوی اصلی خودش رجوع میکنه. انشالله این عبدالرحمن اون هم انشالله هم گذشته‌هاش هم خیلی کینه ببینه کمپیر مادر نان و طعام کرده است دعوت کرده است. نه فهمیدیم که حضرت از خاندان بسیار نکیب و بزرگ بوده است. شخصیت‌های بسیار بزرگ هم
و یقین دارم که انشالله اون فرزنداش میبینن اینجا انشالله یا دادراش میبینن تقلیدی با هم پدرشو میکنن. من اطعم طعام و قصرهای با حشمت حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که برای مردای هستن که همچنین دست و خیر هستن و جوان مرد هستن برای مردم نمیدونم طعام آمدن و با قائما و ناس نیام برای مردای شب زنده‌ها برای شخصایی که در حالی که مردم استخواب هستن میخیزن عبادت خدا را میکنن سر در سجده الهی میگذارن پیش پروردگار راز نیاز میکنن. همین مسئله قیام شب واقعا مسئله موزیکایی اون یک جوان مرد است همین دومو را درس میده خدا برکتش بده نمشه نگیریم. اما تاکید میکرده است که همین ملوی که قیام شب نداشته باشه نماز تهجد نداشته باشه اون ملو نیست. به خدا قسم راست میگم